در بین ما 4 نفر در واقع بحث گفتگوهایی که بینمون جاری شد، موضوع این بود که آیا در واقع با معنایی و مؤثر بودن بعضی متون در واقع فکر می‌کردیم که چطوری متونی که تولید دانش و تولید محتوا می‌کنن میتونن با معناتر و مؤثرتر باشن. و از اونجایی که جدا جدا هر کس تو حوزه کاری خودش از یه طریقی و از یه مسیری با این پرسش مواجه شده بود، ولی بعد هممون رسیده بودیم یا عبور کرده بودیم از مفهوم جستار یا اسه، در واقع این پنل نقطه تولدش اینجا. و بنا شد که ما در این پارت اولی که در واقع گفتگومون، در بخش اول گفتگومون به این بپردازیم که چطوری هر کدوممون در واقع توی این مسیر به این نقطه رسیدیم و چه جور تعریفی از جستار در واقع برامون راهگشا بود. من در واقع اون چه که الان میگم یه رفت و برگشتی بین یه گفتگوی شفاهی کتبی خواهد بود. گاهی رجوع میکنم به یادداشتم، چون توی این یادداشت که نوشته بودم 2 تا یادداشته که براتون سعی میکنم منتقل کنم. گاهی اونجا فکر میکنم کلمات و عبارات مؤثرتر رو تونستم به کار ببرم، از اون استفاده میکنم. برای من ماجرا اینجور بود که توی یک تجربه روزنامه‌نگارانه در 14 سال پیش در مجله حرفه هنرمند یک شماره‌ای به اسم تجربه تهران طراحی شد که درباره شهر تهران قرار بود اون رو در بیاریم و سردبیریش با من بود. اونجا همین اول کار که فکر کردم که مطالب چجوری باشه و بعدم اون ادبیات مکتوبی که وجود داشت، یعنی تلاش‌هایی که شده بود و یه نگاهی بهش می‌کردم و بعد می‌خواستم این مطلب رو سفارش بدم، در حدی که در عقلم می‌رسید یه پاورپوینت 3-4 اسلایدی درست کرده بودم و به نویسنده‌ها نشون می‌دادم و تو اون 2 تا دایره کشیده بودم. توی یکیش نوشته بودم تجربه شخصی، توی یکیش نوشته بودم مفاهیم کلی و بهشون میگفتم که خواهش میکنم که اگر براتون مقدوره بین نوشتتون یه پلی بین این 2 تا بزنه و هر 2 تا رو داشته باشه. علتش این بود که با خوندن اون چیزایی که وجود داشت گمان میکردم که بعضی از اینا به قدری شخصیه که معنای عمومی‌تر و مشترکی ازش مستفاد نمیشه، ازش در نمیاد و بعضیشون به قدری انتزاعیه که اونم باز معنای محصلی نداره برای کسی که خیلی دنبال میدم که یه اگه بشه مثلا یه یادداشت‌های اینطوری به اصطلاح دورگه‌ای شکل بگیره. واقعیتش اینه که اون موقع نمیدونستم که به اصطلاح یه فرمی اصلا به اسم اسی هست و این یه سنت 400 ساله‌ایه و به اصطلاح کارهایی روش انجام شد. درست بعد از اینکه این شماره منتشر شد من اینو متوجه شدم و اونو یاد گرفتم. بعد حالا دیگه کارم عوض شد. اتفاق دیگه که برای خودم هم تجربه‌ای که خودم اونجا داشتم برای یادداشت خودم بود که برای اون شماره می‌نوشتم. این تیکه از روی متن براتون می‌خونم. خودم هم با همان ایده و با همان توجه شروع به نوشتن یادداشت خودم کردم، برای همون تجربه کردم. اما تا لحظه آخر نسبت به چاپ و انتشار آن نوشته مشکوک و مردد بودم. نمیدانستم که نوشته‌ای که متولد شده چه جور متنی است. نوشته‌ام در قیاس با یک متن با شخصیت و رسمی، تکه پاره و پراکنده و در گذر مداوم از امر شخصی و امر کلی و عمومی بود.
گاهی خاطره‌ای در میان می‌آمد و گاهی تصویری، گاهی حالتی انتزاعی به خودش می‌گرفت و گاهی ایده پردازانه و بازیگوش می‌شد. اما از نظر خودم امتیاز ویژه‌ای هم داشت. گمانم این بود که دست کم صادقانه است. من از همون شماره با گرایشات با ذهنیت پوزیتیویستی و حالا مثلا بشه گفت علمی، از همون شماره تو خود ادیتوریال و سردبیری مجله این گفتگوها در جریان بود و همون موقع خیلی می‌شنیدم که اینا چیه، مثلا اینا اصلا به چه درد می‌خوره. واقعا تو تجربه شخصی من اون چیزی که کمکم می‌کرد اینو ادامه بدم این بود که خودم مطمئن بودم که لااقل اینه که یه تلاش صادقانه، یعنی به این معنا به گمانم این بود که دست کم صادقانه است، چون عواطف و فکرهای من درباره این شهر ذاتاً دچار همچنان احوالاتی بود، قطعه بود و به سرانجامی که نزدیک به یک نظریه یا پاسخ راهگشا باشد نمی‌رسید. من بارها تلاش کرده بودم که از مصالح و مواد آن متن یک یادداشت پیوسته و نسبتاً رسمی بیرون بکشم، اما هر بار شکست می‌خوردم. وقتی آرام تو همون شماره، وقتی که اونجور که من متن رو سفارش داده بودم، وقتی آرام نوشته دیگر نویسنده ها به دستم میرسید، خیالم راحت تر میشد، چون در تعدادی از نوشته های دیگر هم این قبیل کیفیت ها را میدیدم. با خودم گفتم پس آن فرمی که ناخودآگاه دنبالش میگشتم احتمالاً نمونه کوچک از بیانی عمومی تر است. بنابراین دلم به دریا زدم و نوشته را چاپ کردم. این فرم قطعه و حالا میگم اون موقع من اطلاعی نداشتم، اونایی هم که نوشته بودن طبیعتاً اطلاع مشخصی از این فرم نداشتن یا لااقل مطالعه روشمندی روش نشده بود، ولی خود موضوع در واقع یه فرمی رو به اصطلاح به ما نشون داد. این اولین برخورد من بود و بعد آروم آروم با فرم آشنا شدم. بعد دیگه آخرای صحبتم در دور اول یه چند تا تیکم از این نوشته تازه‌ای که با عنوان لحظه جستار نوشتم و نوشته‌ای که توی این همایش ارائه کردم، یه چند تا تیکه‌شو براتون میخونم و بعد ادامه گفتگو می‌کنم. مونتنی که در واقع بنیانگذار این سبک نوشته یا اسه هست، مونتنی در مقدمه مجموعه جستارش به خوانندگان احتمالی کتاب هشداری عجیب می‌دهد. این تیکه مال مونتنی میگه ای خواننده، کتاب من در مایه‌ای جز خود من ندارد. از خرد به دور است تو سرگرم سخنی چنین سبک و بیهوده شوی. معلوم نیست مونتنی این حرف را از روی جدیت زده یا این موضعش را باید به حساب طنازی ظریفش گذاشت. نوشته‌های او اولین نوشته‌هایی بودند که در فرم جستار و با این نام تازه منتشر می‌شدند. پس شاید بتوان این حرف را به پای شک و تردیدش از نحوه عکس‌العمل مخاطبان هم گذاشت. آیا این جمله را نوشت تا بتواند بازخوردها را کنترل کند و احیانا در پاسخ به کسانی که نوشته‌هایش را سبک و بیهوده تلقی می‌کردند بگوید من که از اول گفته بودم؟ البته اتفاق جور دیگری افتاد و پیشنهاد مونتنی مورد قبول جامعه کتابخوان قرار گرفت. حدود 400 سال بعد تئودور آدورنو در مقاله بلندی به نام جستار به مثابه فرم تلاش کرد زمینه فلسفی برای رسمیت یافتن این شکل بیان فراهم کند. او تلاش کرد نشان دهد حقیقت در آزادی نویسنده جستار بیشتر خودش را نشان می‌دهد تا در چارچوب‌های خشک و جا افتاده مقاله نویس. همزمان با این تلاش نظری آدورنو، دوستانش در حلقه فرانکفورت والتر بنیامین، زیمل، لوکاچ و دیگران مهمترین آثارشان را در این قالب تازه عرضه می‌کردند. اما علی‌رغم همه این تلاش‌ها، جستار همچنان فرمی مشکوک و نظمی است که بیشتر به بی‌نظمی شناخته می‌شود. سازماندهی و اعتمادسازی علمی از یک سو و شهود ناب هنری از سوی دیگر تا اطلاع ثانوی خود را به مثابه تنها الگوهای مرجع جا زدند
و هر دو برجستار این موجود دورگه پرسوء تفاهم میتازند. مرسی.